درود دوستان، گذاشتن شرط به جنگ های بدون قاعده با قول روسو ставки на боях без правил. با نزدیکی جنگ حمزه چیمایف بر ضد شون استریکلینگ بود و همه میدونن که همه باوری داشت که حمزه چیمایف دست بالا می شود و متاسفانه حمزه چیمایف باخت و شون استریکلینگ قهرمان شد و در ازبکستان دو بچه جوان خانه ها شو میفروشند، ماشینا شو میفروشند، همون زر و زیور طلا چیزی که با زن ها شو خریده بودن هاوی رو هم میفروشند، از بانک ها میروند کردیت میگیرند، در همو چی میمونند برای بردن حمزه چیمایف باوری دارن که حمزه چیمایف میبره و همین پول ها رو همشه در همون ставка در شرط میمونن که حمزه چیمایف میبره دست بالا میشه و متاسفانه حمزه چیمایف باخت و همین دو نفر از ازبکستان چیزی که داشتن همشه بای دادن، همشه باختن، خانه، ماشین، زر و زیور، از بانک رفته کردیت گرفتن، این پول ها رو هم باختن و در عاقبت هر دوشان خودشو به دار آویختیان، خودشو کشتیان که اولش که همین شرط ماندن پول گذاشتن در همین جنگ های بدون قاعده در MMA، این خودش حرام است و از بانک بر رفته کردیت گرفتن و موندن، خانه را فروختن، این همش که همه پولش رو باختن، بای دادن، بر رفتن خودشو کشال کردن، اویزان کردن، هر دش مردن. این یک آوازه هست ولی در خودمون میگن که تو شمال نشود درخت نمیجنبه. شاید که راست باشه که اگر همین دو نفر همین خیلی کار کردگی باشن، خشوع کشتگی باشن، نه تنها اینا آوازه هست که بسیاری آدما همین خیلی پول زیاد، مقدار زیاد رو در همون چیا موندیانا، در همون جای شرط در stavka و همشه حمزه چیمایف باخت و اونها رو هم پولشو باختن و نمیدونم دوستان فکرتون رو در همین بابت نویسید. همون پول گذاشتن در همین چیا، در همین جنگ های بدون قاعده، این همش حرام است و با خودکشی کردن هم این حرام است. برای همین دوستان فکرتون رو نویسید. کی از دوستانتون همین کار رو میکند و در کامنت ها نویسید. برای مردم این یک درس میشود کی باخت کی برد. همین اگر در شما همین چیا رخ داده باشد نویسید در کامنت ها. خیلی جالب است که مردم میخواند مثلا کی چی رو باخت در همین stavka، در همین شرط ها کی چی رو برد. خیلی جالب است و با فکر من این کار کردن در کار نیست. اولش که این حرام است و دومش که یک بار میبرید، بار دوم میگوی من میبرم، گفته خانه تا میفروشی، ماشین تا میفروشی. این هم مثل همون دو بچه همشه بای میتی بعد خطا کشول میکنین، تمام دیگه دایش که در کار نمیشه. برای همین این کار خوبی نیست. stavka همین شرط موندن در جنگ های بدون قاعده، در بوکس، در ورزش، در جودو، آدما در همه چیز میمونن. دوستان فکرتون رو نویسید. کدومی که با همین حادثه رو چی شده است نویسید. کی از دوستانتون در همین چی و در stavka موندگی نویسید، برد یا باخت. خیلی جالب است برای مردم در کامنت ها خواندنشون. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان بود.